3 مسئله اصلی حوزه انتخابیه و راه حل اون از نگاه شما چیه؟ 1 بیکاری، 2 آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق، خودکشی و غیره و 3 عدم توسعه یافتگی لرستان عزیزمون هست. ما باید برنامه ویژه و ابتکار عمل ویژه برای حل توسعه کسب و کار استانمون داشته باشیم. مهمترین مشکل استان ما ایجاد اشتغال است. ما باید برای ایجاد اشتغال برنامه ویژه‌ای داشته باشیم. بنده در نظر دارم در صورت انتخاب شدن در حوزه انتخابی خرم‌آباد و چگنی سایت خودروهای برقی و هیبریدی ایران خودرو را در لرستان مستقر کنم، زیرا ایران خودرو در نظر دارد برای توسعه خودروهای برقی و هیبریدی خود در یک شعبه جدید احداث کند و با توجه به اینکه بنده در شرکت ایران خودرو جزء نخبگان طراحی و مدیرهای اجرایی ایران خودرو هستم، می توانیم این سایت را در لرستان عزیزمان آورده و باعث اشتغال به ویژه جوانان و جویای-کاران استانمون شویم. برای مثال نگاه کنید، در یک خودرو نزدیک به 13,000 قطعه استفاده می شود. هر قطعه برای ساخت آن از طراحی، ریختگری و مونتاژ و همبندی آن باید استفاده شود. این زنجیره ها را اگر ما استفاده کنیم ایجاد اشتغال فراوان و چندین هزاری خواهیم داشت. خب به نحو آن اگر به نحو اصلا ما بتوانیم کار انجام بدیم، به طبع آن میتوانیم سایر زنجیره ها را در لرستان عزیزمان ایجاد کنیم. برای مثال اگر ما همین اشتغال را ایجاد کنیم، برای حمل و نقل قطعات و خودروها نیاز داریم که زیرساخت مناسب داشته باشیم. زیرساختی نظیر هواپیما، حمل و نقل و قطار و جاده‌های بین‌المللی ما که الان باعث کشتار و تمام جوانان و عزیزانمان شده است. خب با این حال ما می توانیم سایر صنایع نظیر گردشگری را ارتقا دهیم، زیرا با وجود زیرساخت مناسب گردشگری خود به خود حل شده و مردم برای گردشگری و تفریح به لرستان عزیزمان سرازیر خواهند شد و ما می توانیم با توسعه این صنعت و بومگردی باعث اشتغال ویژه‌ای در حوزه صنعت گردشگری شویم. علاوه بر این ما به آمایش سرزمین اعتقاد ویژه داریم. برای انجام این کار می توانیم در حوزه کشاورزی و صنعت و معدن ابتکار عمل داشته و برنامه ویژه خود را برای حل این مشکل این انجام داده و باعث توسعه صنعت گردشگری و صنعت و معدن منشد، زیرا معادن بسیار بی‌نظیری در استان لرستانمان داریم که با توسعه این معادن می توانیم باعث صادرات تمام اقلام‌های صنعتی و مسکن شویم. در نتیجه می توانیم ما استان لرستانمان را پایلوت زیرساخت تمام صنعت و معدن و ساختمانسازی کنیم و برای کشاورزی هم برنامه ویژه‌ای داریم که انشاءالله در صورت انتخاب شدن شاهد شکوفایی آن خواهیم شد.